سلام رفقا، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیویی که بهتون خیلی وقت بهتون قولشو داده بودیم با آین 13000. آین 13000 خودتو معرفی کن داداش. سلام به تمام بچه های یوتیوب. آین ایوی هستم، اومدیم امروز از چنل امیرجان یه ویدیوی مایکروسافت سروایول بدراک داشته باشیم. آره رفقا، پس برو بریم لیتس گو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برو بریم. بیا آین داداش، بیا بریم ببین چوب بکنیم. خب صدای اتفاقه. هدفمون رو بهتون بگیم رفقا. هدفمون توی این بازی اینه که فقط بریم ندر، نمیریم این، چون که این ممکنه که خیلی به حساب طول بکشه این ویدیو. ما هم میخوایم که دیگه سریع مقوطه رو تمومش کنیم و بره پی کارش رفقا. بچه لذت سروایول به این ولی ما حالا گفتیم تا ندر. آره رفقا دیگه اینجوری هست. ما کلا میخوایم ماینکرافت رو تغییر بدیم دیگه. آره دیگه اینطوری هست و الان میخوایم بریم به سراغ کندن استون. آین داداش کجایی تو؟ بیا بریم استون میخوایم بکنیم. رمبو رو افتادن دنبال من، دارم فرار میکنم. بله زنبور افتادن دنبال داپوچیمون. خب الان بریم یکم گوسفند بزنیم. فرار کردم زنبور بعد دنبال این شیشه باشیم بتونیم از اینا عسل بگیریم، چون عسل کاربردیه تقریبا. نه بابا باید باشه بدار تو یک فکر میشه درست کرد. آره اینم حقه یه جوری. و الان بریم که سرورت بود که مثلا سروایول بود، اما ما نماسی سروایول داشتش، اما خود گیتی بود چون تو اصل داری داشتی. اصلا چرت و پرت چیز بود. یاده آره کلا مزخرف. منو چرا خاک کردی؟ خاکم کرد. با پوچی خاکمون کرد. خب بیا داش یکم استون بهت بدم و اینا بسازاییده. بله. 7 بهتون بگم بچه کلا اگه میخواین ابزارهای استوری اولیه رو درست کنی 7 باید باشه، نه 8 باید باشه. اشتباه گفتم. اگه 7 باشه اشتباه باشه. 2 تا کم. خب من برم دوباره از اینجا سنگ بکنم. خب ابزاراتو بساز داداش. یا بکن به استون نیاز داریم. اینقدر کافیه. و بگم بچه ها تایم این ویدیو حدود 3 دقیقه میشه. 12 دقیقه بیشتر نیست، میگم 3 دقیقه. ویدیو 20 دقیقه بگی بعد ایدیتون خوب باشه. آره اینم خوبه. همیشه میام اینطوری. آره حسن زده سنگین میشه و ایدیتش کنم. آره اینم حقه. خب الان یکم برم چوب جمع کنم بتونیم خونه درست کنیم. و باید اولویت بهت درست کنم قبل از اینکه شب نشده. آره باید گوسفندم پیدا کنیم تا حاجی بایوم نا کن. بیا داداش بیا. چرا؟ بایوم گلها رو گلهای صورتی رو پیدا کردیم. اینا همینجا همین بغل. آره خیلی عجیبه. یه دونه گوسفند دیگه پیدا کنیم میتونیم 2 تا تخت درست کنیم. اونو اون بریم. جای گوسفند پیدا کردی که
آره دیگه درست پیدا کردیم تا بتونیم تخت درست کنیم. الان باید اون چوب بکنیم تا بتونیم خونه‌مون رو درست کنیم تا شب نشده. گانترین خونه بازی ماینکرافت خونه درتیه. ایدئولوژی که همیشه من توش استفاده میکنم و تمام سریای سروایور به جز لجرا و خونه درتی استفاده میکنم. خب اینم خوبه ولی اسپید رانرها اکثرا اینطوری استفاده میکنن. آره حالا من به خاطر اینکه حالا حوصله ندارم و دوست دارم فقط بریم نداره خونه درتی درست کنم. الانم مجبور شدم من بیام یه خونه درتی درست کنم برای خودم آره اینجا دقیقا ما تونستیم یه کمی زغال پیدا کنیم. زغال بیانش زغالا رو نصف میکنیم. اینجا زغالا رو بیا بکنیم. ولی ما همه چی رو تو تمام سریای بازیمون نصف میکنیم. ای تو تعدادتو برم بگو من تعدادم به تو میگم بعد نصف کنی میدیم الان 4 تا بیشتر ندارم. 4 تا خب من الان کجا میگم شما نکنم تعداد بالا پایین نشه. آره خوبه. یکم اینجا رو الان 16 تا دارم. اگر تو 4 تا داشته باشی خب 8 تا بهت بدم 2 تا بده من بهت 8 تا بدم. بیا اصلا همه شو بگی تقسیم مشتی بکن. 10 دیگه 10 بیا 10 تا بگیر. خوبه. الانم فقط خونه ای که قرار بود بسازیم خراب شد. تو خونه تویی بتازی من گفتم خونه درتی کوچیک خوشگله نقلی برای خودم. بله الان داری خونه درتی میسازیم. بابا این خونه که ساختیم برای هر دو تا دیگه. نه بیا این البته فعلنی ها بچه ها من قرار یه خونه درختی مشتی بسازیم. بسازیم بچه یه لازم یه کار مهم بله این یه کار واجبی برش میشه که بره و آهن ماین کنه. من توی فکر میکنم کم کم داره شب میشه و ما هرچه سریعتر باید بسازیم و بریم دیگه. شب شد آین هنوز اونجا وایساده فکر کنم داره ماین میکنه. مهم نیست بابا چوب کم آوردیم یعنی چه؟ ای بابا اینا آین مطمئنم الان میاد اینجا به خدا مطمئنم. این چوب بکنم اینجا یکمی مهمیتی داره دیگه همینطوری هست. خب رفقا ما یه تغییراتی هم داشتم همه ویدیو براتون گرفته و از ساخت خانه زیبای نقلی ما بله رفقا من اومدم یک حرکتی زدم گفتم طولانی میشه بازی خسته کننده میشه ویدیو رو کات زدم اومدم که یکی تغییرات ایجاد کردم و بیایم بهتون نشون بدم. اول از همه یه همچین سردری نور و درد و این دو تا تخته و اینا و یک اتاق مخصوص برای ماین این قسمت گذاشتم. یه مکان خیلی خوبیه که اینجا میریم استون میکنیم و بلاکای دیگه و ممکنه اینجا آهن پیدا کنیم. اوکی دایموند که پیدا نمی کنیم ولی آهن شده ببخشید. آره خب آهن دیگه همین دیگه. آهن داداش عمرم یه کمی شوختر بیاره.
خب از اینا میخوام بکنم این بر از این درختا نهالاشو بکنم اینا دونن اینا درخت طفله چی میگی داداش؟ آره الان ما رو بکنیم. الان اگه تونستی اون قسمت دایموند پیدا کنی من بهت تمام ابزارامو میدم که مطمئنم نمیتونی این قسمت دایموند پیدا کنی. اگه هم پیدا بشه من تلاشش نمیکنم چون که ارزشش نداره. آره مثلا میخوای وقت بذاری که بتونی دنبال دایمونده که اصلا هم قرار نیست پیدا بشه بگردی. ادامه نه حالا این کنده داشت از کجا می‌دونستی که من رنگ مورد علاقه دومم صورتیه؟ آره یک دختر درون داره. رنگ اولم آبی، دومش صورت، سومش زرد و چهارم قرمز، پنجمش هم لابد سبزه. نه آره میشه قد این نهالا رو نکنی؟ نهاله رو تو کندی. نهاله که اینجا گذاشتم به خدا تو کندی. آره معلومه. اوکی نشری. خب آها یک نهال دیگه هم تونستی پیدا کنی. بریم برای کشتن زرس. نه این ورنه این طرف روش نمی کنم ولی دارم تلاش بید بیساپویست زغالیون نایس. ولی من که چست روز کنم چون که چست موده نیست. اینا خوبه اینا خوبه. کمر گرفتیم بابا. هی برو این کو بیا بالا، بیا برو بالا، بیا برو پایین. تو ماینکرافت این دیست که کمر گرفت منطقیه. خرس قطبی، خرس قطبی بالا خونته، خرس قطبی. کو خرس قطبی بیا بکشش ماهی بهمون میده. نکن ماهی بهمون میده. خدا ماهی بهمون میده. ماهی داد. نکن ماهی داد. بچه هم الان میده. به خدا بیا نکن ماهی داد. نکن ماهی داد. ماهی نکن. یکیش برای من یکیشم برای تو. جفتشو میپزم توی. دوتا فرنیست کوچولو میسازیم. بذار ایتماتو داداش. میشه الان خونه منو خراب نکنی؟ حالش کن. وایستا داری تونل میکنی بازم؟ بازه کوهی داری تونل میکنی. به خدا داری تونل میکنی. راستی من فرنیس ساخته بودم. چرا دوتا فرنیس دیگه ساخت؟ من چست بار میساختم. ای خدا انا با خودم میگم ای بابا اینجا خونه خودم بهتر. تو نیستی خود خونه مال خودمه. اینجا اصلا خونه خودم اصلا
بهتر شد. خب اسکین مادر خوبه و اینم از این. الان آین داره برای خودش خونه قشنگ اونور میسازه. آین 13,000 یه چیزی برات آوردم، سورپرایزه. یه چیز خوبه، یکی دیگه هم اونور هست. ناقابله داداش، ناقابل. ناقابل. آی حاجی مردم یعنی یعنی اگه آیتمامو برداری، آیتمامو بر ندار. بر ندار مرتی که عجب دیوز. بده آیتما رو مرتی که برو حاجی یه دسته گل زامبی. یه دسته گل زامبی. یا لایک کن، کامنت کن، سابسکرایبم کن.